دعا و استغفار در ماه مبارک رمضان یک قبولیت خاصی داره و الله متعال از عبادت هایی که انسان مؤمن انجام میده پذیرایی میکنه و دعایش اجابت میکنه. الله متعال میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ای پیامبر، هنگامی که بندگانم درباره من از تو میپرسند، فانی قریب، من نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجابت میکنم، قبول میکنم دعای دعا کننده را زمانی که مرا میخواند. این آیت در ماه مبارک رمضان نازل شده. هدفش هم است که بنده ها را به طرف دعا الله متعال خودش فرا میخواند. و در حدیث صحیح که سنن ابن ماجه روایت کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. دعای روزدار هنگام افطار رد نمیشه دوستای عزیز. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. در زمانی که افطار میکنه روزدار، دعای از به نزد از او که او از ارگز رد نمیشه. هر دعایی که بکنه الله متعال دعایش قبول میکنه.